احساسات و اندومتریوز رو با هم بررسی کنیم. اگه درد اندومتریوز شما فقط جسمی نبود چی؟ اگه رحم شما در حال نگه داشتن احساسات عمیقیه که هیچ وقت به طور کامل پردازش نشدن چی؟ رحم فقط یک اندام نیست. جاییه برای ذخیره شدن احساساتی مثل خیانت، خشم سرکوب شده، غم عمیق و بی‌ارزشی. این احساسات میتونن زمانی گیر بیفتن که ما شنیده نمیشیم، مورد بی احترامی قرار میگیریم و یا از نیازهای خودمون جدا میشیم. با گذر زمان این تنش‌های عاطفی به التهاب، محدودیت و درد دامن میزنن. وقتی رحم درد عاطفی رو نگه میداره میتونه باعث اختلال در کف لگن، خستگی مزمن، مشکلات گوارشی و حتی عدم تعادل در وضعیت بدنی بشه. بدن برای جبران عضلات اطراف رو سفت میکنه، حرکت رو محدود میکنه و حساسیت به درد رو افزایش میده. رحم فقط استرس فیزیکی رو جذب نمیکنه، بلکه داستانها، خاطرات و زخمهایی رو هم نگه میداره که هنوز رهاشون نکردیم. شفا فقط درباره مدیریت درد نیست، بلکه درباره دوباره وصل شدن به بدن و رها کردن چیزاییه که دیگه به کارمون نمیان. بدن ما همه چیز رو به خاطر میسپره. شاید شروع شفا همون لحظه‌ای باشه که شروع میکنیم به شنیدن بدنمون.